سه تا رفیق هستیم تو کارمون دقیق هستیم، با هم یار شفیق هستیم، دانا هستیم عمیق هستیم. های 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 سه تا بزن باها داریم، از هرچی که بگین پوریم، نه کلاشو نه مخوریم، تو رشته خود دکتریم. های 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 نادر جون یه دهنم تو بیا ببینم تو چه میکنی. بده در کار میکنیم با قصه پی کار میکنیم، یک شیر و سنار میکنیم، بارمونو بار میکنیم. آره والا نمیشه تو ببینم. ما قصه رو بور میکنیم، نومیدی رو دور میکنیم، هم پیش ما شادی میشه، ناجورا رو جور میکنیم، هر کس که ما رو میبینه جا میخوره میترسه. این هیکل و هر کی میبینه مثل بیت میلرزه، هر کس که ما رو میبینه جا میخوره میترسه. این هیکل و هر کی میبینه مثل بیت میلرزه. ماها سه تا رفیق هستیم تو کارمون دقیق هستیم، با هم یار شفیق هستیم، دانا هستیم عمیق هستیم. های 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 سه تا بزن بها داریم، از هرچی که بگین پوریم، نه کلاشو نه مبخوریم، تو رشته خود دکتریم. های 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 های. بچه ها یه چیزی یادم افتاد، مگه قرار نیست امروز بریم واسه من خواستگاری؟ پس عوض این کارا بریم پونتی را حاضرش کنیم که تو راه نذاره. نمیذاره بابا. آخه با این ابو طیاره که نمیشه رفت خونه یه میلیونر خواستگاری، آبرونو میبره. خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه. حالا اگه یارو بفهمه آسو پاسیم چیکار کنی؟ همش تقصیر شما هاست. داشتیم واسه خودمون بیکار میگشتیم، بی خود اومدیم خودمون انداختیم زیر بار 30,000 تومن قرض میرزا جبار. آخه ما رو چه به گاراژ دارین؟ راستی بچه‌ها یادم نبود دختره قراره الان بیاد ماشینشو ببره، اگه حاضر نباشه میدونین که میره به میرزا چغلیمونو میکنه. آدم روزی 10,000 تومن درآمد داشته باشه و به این میرزا جبار سنار بده کار نباشه. بچه دختره اومد. عجب عجب بود. من کف جلو رو میگم. اول من این صابونه رو میزنم، تو هم چرخ عقب و چرکش کن. من میگم شمپلاتین دراریم، شمپلاتین روز داریم، موتور رو بزنیم زمین. موتور کار ما نیست. چرا دیگه؟ به من اینکه خانم چشممون به دلکو افتاد، 3 نفری با هم گفتیم دلکو سلام. بله. هنوز ماشین من حاضر نشده؟ نه خیر. مگه قرار نبود ماشین من سر ساعت 10 حاضر بشه؟ چرا خانم ولی چیز شد؟ یعنی یه خود چیز بوکسش زده بود بیرون. بله گیری بوکسش. آره این چیز شده بود، چیز پاش کرده. یعنی گیری پاچ کرده بود. مشغول اون مدیری نمیفهمه خانم. بیشورا پدرم مریضه، باید تا یه روز دیگه براش دوا ببرم. جباره چه مرگشونه؟ نکنه خدا نکرده بوی حالا باشون بلند شده باشه. انشالله که حالشون زیاد خوش نیست. انشالله. خیلی متاسفم خانم، از خداوند براشون طلب آمرزش میکنیم. بچه بین ستایی با هم دعا کنیم. خدایا هر چه زودتر شرشو از طرف ما کم کن. مطمئن باشین پدر من تا یه شری آخر طلبش از شما نگیره نمیمیره، فهمیدین؟ جباری رو میشناسم، 7 جون داره تو سگا. باید تاسفه بچه معلوم میشه یارو خیلی سخت جونه. آره. خب حالا چی کار کنم؟ خانم جون اگر خیلی عجل داری میتونی با پونتی ما پونتی کیه؟ پونتی 707. تو خیر خودمون. شماها خیلی احمق هستید. خوبی از خودتونه. میگم که حالا جوش نزنین فشار خونتون بالا میره. بفرمایید این سویچ پونتی فعلا بریم به کارتون برسین. جواب داده به قیافش نگاه نکن، شیرم تندتر میشه. این که باز نمیشه. درش اتوماتیک. نه اتوماتیک نیست. از کجا برم توش؟ پلر دا بچه پلر بزن. قلابی برو رو گرگی رو چیلی ماشین بیرون روشن. مواظب باشید زور نخورید. جبار داده سویچو بل رولم بل گازم بل کن روز کن پونتی بودیه. احساسش گیری کرده. این که روشن نمیشه. بچه نفتش تموم شده. نفت اگه تا نیم ساعت دیگه ماشین خودم حاضر نشه هر چی دیدین از چشم خودتون. اینو ما 6 برزه خوردگی روشن میشه. این کرجه ها. یه جایی بذاری خاک روش نشینا.
الان میره جریانو به باباش میگه و میز جبارم همین فردا چک 30,000 تومان ما رو میذاره اجرا. آره بابا من که گفتم برین این 4,000 متر زمین کوفتی منو بفروشین بدین دست این میز جبار خدا نشناس. به نظرم این 4,000 متر زمینت هم مثل همه حرفات چاخان باشه. اگه چاخان باشه 48 ساعت غذا خوردن معافی. بلکه هم 68 ساعت. آره. نه بابا هر کاری میخواین بکنین اعتصاب غذا به هم ندین که بشکم من زازگار خدا کنه چاخان فعلا برین سر ماشین دختره. دو روز جلوی انداخته چرا حالا اومده ها؟ زبینی سلام آقای مباشر. جناب آقای جمشید خان. چه عجبا این طرفم؟ آره ماشاءالله خال اومدی. به نظرم نوناب میرزا به مزاجشون ساختن. آقای مباشرم عین میز جبار هر دو آدمایی باشه. منکرش لعنه. خوشمزگیتون تموم شد؟ بله. خب فرمایشی بود با نمک. اولا منو که خوب میشناسین، یه خورده مؤدب‌تر باشین. دوما اگه تا فردا بدهیتون رو حاضر نکنین چکتون رو میذارم اجرا و پدرتون رو در میارم. سوما بگید ببینم پری خانم اینجا نیومدن؟ اولندش خوب میشناسمت، بی ادبی هم از خودتونه. آره. دومندش ما آدم مال مردم خوری نیستیم پولی میز جبارم میدیم تا چشم تو هم گور چخه. سیومندش پری خانومم اینجا بود الان رفت. اینجوری هم واسه ما جست نگی که هیچ خوشمون نمیاد. آره بابا. شما جون سالم از دست من در نمیبرین. بهتون حالی میکنم. آقا مباشر جوش ندن شیرت خوش میشه. کجا یه چایی دیگه میل کنین بعده. دلش کن بابا سگ نازی آباده میخوای پاچمونو بگیره. چخه واسه تاکید حالا پونتی رو بگو که با دختر میز جبار چه عشقی تو جاده. چی شد؟ چرا اینطوری میشه؟ چی شده این؟ عمو مدی گل داغ پاچی شل مرد قربون دهنه. دختر خان زنه میشه. چیه جا گوشته پیرنشه بابا این چی داری میبینی نادره کوشه امین چیه؟ امین پسته نگاه کن نگاه کن سر خودت مبارک از مردی خیری نیدی. نگاه کن لاکردار همین جوریش هم دل آدمو میبره نصف العیش بس العیش. آره کارت بیدید با چی میخواد؟ بیا من دارم بگی. نه بابا مال تو رو میخوام چیکار خودم دارم میذارم چرا داری اونجا میذاری؟ آره جونم سنگ مفت گنجیش کم مفت میزنم و چرا با سنگ با گوشه ابرو بزنم؟ بچه‌ها گاومون زاییده. چی زاییده؟ لابدی تو دختره الان تلفن کرده که پونتی رو برده چپش کرده. باید فوراً بریم ببینیم چه بلایی به سر پونتی آورده. الهی بمیرم به دلم براش شده بودم. بچه پس را بیفتیم ستایی بریم. ستایی باز چی بریم؟ من تنهایی میرم امونتیشم بهش میدم. تنهایی چه نمیشه؟ بلکه لازم بشه. بچه را بیفتیم بریم. فوراً حرکت کنین یالا. من میشه باید راننده پونتی. چطور پونتی چپه شده؟ ای کاش من چپه شده بودم. من سلام پری خانم، چی شده؟ خیلی خدا بهتون رحم کرده. خب طوری که نشد. به تو مربوط نیست. بازم که عصبانی شدی. جمشید برای آخرین بار بهت میگم اگه مزاحم من بشی همه چی رو به بابام میگم فهمیدی؟ حالا بفرمایید سوار شیم تا بهتون بگم. از ریختت بدم میاد برو دیگه. پری دست از لجاجت وردار. آخه تو این بیابون چی کار میکنی؟ پس بفرمایید شما برونید من پر و دستتون میشینم. نکنه با کسی قرار ملاقات دارید؟ خیلی خوب بندم همینجا میمونم تا ببینم این آدم کیه. چه روزگار پونتی آمده خدا مریم بده. این پیمه شده باشه. خدا خواهم چطور شد همچین شدین شما؟
واه 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 نه الحمدلله به وجود مبارکشون گم شو به من دست نزن. ماشین اومده. این ماشینتون رو برداریم ببریم بدیم با یه الاغ عوضش کنیم. اتفاقا تو همین فکریم دنبال مالخر میگردیم. آخه الاغش پیدا نمیشه. آها چیزی که فراوون الاغ جونم. مگه نه آی مباشر؟ یالا برید ماشینتون رو بردارید و گورتون رو گم کنید. ما گورمون رو گم نمی کنیم. گور ما آرامگاه خانوادگی جنابالی در مسکن آباد. بچه فعلا بریم ماشین درش بریم اصلا تو. آره بریم. مبیش خدافظ. گور من نمیخوری؟ خدافظ. جمشید برو کمکشون کن. جمشید بیا میخوام بخشالت کنم. برو بالا ببینم. یالا حال بده. بیشی پشتش. رمزش گم شده نیست. برو بالا ماشینمون پله اتوماتیکه. برو بالا. بیا جمشید خان. بیا کمک درش بیاریم. جمشید یالا. بیا زور بده بابا. خیلی خوب صبر کنید. یالا زور بده. کون نمیخوره که. بابا نادر در کاپوتو بردار. آره. ساسات بگی. ساسات بگی. خیلی خوب. جمشید یالا. برو بالا. بگیرم جمشید خان. ساسات بگیرم. جمشید ساسات. ساسات بگیرم مهندس. ساسات. استارت بزن استارت. وای خدا مرده. بابا رو مشکی کردم. کاسیت شده شبیه کاروانی خوب. بزنتون رو در میارم. میدم بندانه تو. تو خدا قیامه رو مباشره رو این چه قیامه شده. ببخشید خانم این بسته تو ماشینتون جا مونده بود بفرمایید. شما خیلی فضول هستین. و خوبی از خودتونه. راستی اگه خوش کردین یخت سفارش ما رو به باباتون بکنید. بگین یه ما به ما مهلت بده تا ما زمینامونو بفروشیم و پولشو بدیم. چشم. یادتون نره دل ما رو نشکنید خانم. حتما. به سلامت. خب خداحافظ. خدا. وای دلم. بچه دلم قلبم. کی به تو تیر زنه؟ دلت درد گرفته؟ نه بابا دختره با یه نگاه دلمو برداشت. جبار زاده؟ نه که خیلی خوشگلی. دختر دلت هم برداشت و برد. آره تو بگی. ارباب پدر درب و داغونی چی میگی؟ یالا بچه بریم ماشینو بیاریم. جمشید و مشکی کردم هول الله. یالا بینم یالا بگی میخوام جمشید خان بیایم کمک. چارابرو شده. شما ابوقرزه خودتون رو راه بندازین. کمک من پیشکشتون. ببخشید پس شما بیاید حرم مالی کنی یه کمی. یالا خب یالا برو برم چیزی داره بیرون. آقایون شما جک دارین؟ داشتیم دادیم به جک بالام. یه داره میگیرم بیاریم اما به تو نمیدیم. بلایی به سرتون میارم که خودتون حذف کنید. دندون قروچه نرو. دندونات پرید میشه. خب بچه ها اشاره منم. یالا جونم حال بده یک چیز دول بده. یالا جونم حال بده جمشید یا شال بده. راه نمیره که بابا حال نمیدم. اون وقتا با موزیک راه میرم. بچه اینطوری نمیشه باید یه فکری بکنیم. بابا دختر جبار درست گفت اینو باید با یه الاغ عوضش کنم. تازه مدل 66 رو خریدیم. بقیه من باید چیکار کردم؟ من میگم یه الاغ بگیریم ببندیم آتیشش بزنیم راحت کنیم خودمون. سلام بابا. سلام کجا بودی؟ رفته بودم ماشینم از سرویس بگیرم. کجا؟ پیش اون 3 تا عجوبه؟ بله بابا شما نمیدونین چه جوونای خوبی هستن. چی؟ اون 3 تا 30,000 تومن پول بدون نزول منو دارن میخورن. اون وقت آدمای خوبی هستن. دیوونه شده. بابا ازتون خواهش میکنم 2-3 ماه بهشون مهلت بدین. دختر زبانتو ببر. دلیل شده منو ول کرده اونا رو چسبیده. خیلی خب بابا. پول بی زبونمو دادم دست 3 تا آدم زبوندار. باید اینا عوض گاراژداری بیرن خرکی بشن. به دیدی آخرش خرکی شدیم؟ آخ لنگان لنگان بر سر گویند بازاین لنگان جبرایی لنگان. منصور بابا یخت گاز بده. این گاز نمیده ولی خیلی خوب بابا. دامارقت چرا راه نمیره؟ من چه میدونم.
اولاغ به این خری ندیده بودم، از یه موتور 16 اسبم گروتره. ای گفتی، اما خدا رو خوش نمیاد ما تو ماشین عینه و بعد این گردن کلفتا لم بریم و این ذوق بسته ما رو بکشه. حالا به عقیده شما چیکار رو باید کرد؟ ساستاتشو بکش. ساستات کدومه؟ همون سوپاپه؟ آره بغل دسته. نادر میگم چطور پیاده شیم 2 تا هندل بزنیم بلکه روشن شه. بعد نی منصور چون ترمز دستی رو بکش. ترمز دستی؟ این ترمز چه ترمز دستی روغنی؟ آره بوق میکنه. خب من برم سر تناب بخشور. زود باش واکن. دپو کنه ببینم. بزن هندل ببینم. باره کنم کنم هندل بزنم. پیاده روشن میشه. 1 2 3 ببینم. 3 4 وای خسته شدم خدا. نادر جون دوستام تو بزن. بده من. شما سر 707 کار کنیم، من سر 207. خیلی خوب. میبینی که من ترمز دستی کدوندم، سگ دست کدوندم. داره روشن میشه. روشن شد. چه کنفرنسی میکنه؟ روشن شد آقا، روشن شد. مگه میشه دست آجید به چیزی بخوره و روشن نشه؟ آره اینو باش. بچه میگم این رفیق منصور چیکارش داره؟ داداشت اونم سوارش می‌کنی. آره بفرمایید. برو جلو. بفرمایید. از قدیم اومدیم گفتن گهی فوش برسیم گهی زین بدون. بله اینو اخلاق من میدونم. 10 دفعه باید بفرما بزنید تا بره بالا. بفرمایید. خواهش میکنم. شما هم بگید. بفرمایید. کارشو بذارید تو داشبورد. یه کمی شکلات و پایونده و این چیزا. منصور جو پاشو بالا. دیگه بریم در خونه گلی نامزد. دیدی؟ الاغ به این دیدی به این نازنینی من ندیدم. وسط راه هم همین الاغ و کباب میکنیم. به نامزدم میگم که جوجه کباب واسه آوردین. چطوره؟ موافقی؟ مخالفی؟ چه کبابی؟ چه کباب؟ من گلی رو دوست دارم آقای شکاردوست. میخوام باهاش عروسی کنم. نه آقا جان، من دخترم نامزد داره و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم داماد به اون خوبی رو از دست بدم. ولی آقای شکاردوست گلی به من گفته فقط منو دوست داره. حتما خواسته خرد بکنه. متاسفانه شما دارید مانع ازدواج من، یعنی یک پسر میلیونر با دخترتون میشه. آقا جان خواهش میکنم زودتر بفرمایید بیرون، چون قراره الان دامادم بیاد به دیدن دخترم. صلاح نیست شما رو اینجا ببینه. بچه‌ها رسیدیم همین نزدیکی ها. بزن ترمز نداره، یا بزن به دیوار یا بزن به درخت یا ماشاءالله. درخت کمک خب در باز کنید داماد بیاد پایین. جناب داماد بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. چند دقیقه کار داریم. خانمی بودن یالا زیر بغلم بگیرید. این یار مبارک یار مبارک. بفرمایید جناب داماد. آخه ماشاءالله. این یارو چیه؟ ممکنه داداش گلی باشه. نه گلی داداش نداره. حتما اخفیشه. الان موضوع برای داماد روشن میشه. بارو ما از پا شباتو داریم. دو ببینم. آقا کی باشن؟ مگه جنابالی داروغی؟ اینجا خونه نامزد منه. تو بگو که هستی بگم. چی؟ پس نامزد لعنتی گلی تو هستی؟ آره تا چشمتم کور شه. بچه ها سیبیل اینو ببینم. الان پدر تو در میادم آقا جان. چونه میخوام چونه. من رفتم کمکش. ولش کن با منصور خودش افسش برمیاد. آیا خوب دیلم کن خیانت بشید دست گرفتی. اگر تو تونی لیستونی منم ممدلی کلیم. فهمیدی؟ بگم ماجی احمد برو تو بود برو روشن کن. بزن نمیه قادرشون پلم. بچه ها زدگاه دیگه زدگاه حالا گاز بده بیچاره. چرا گاز بده چرا گاز بده بدبختی بیچاره. یه زنجیر به گردن خودت بزن، یه زنجیرم به اتومبیل. فهمیدی؟ بسکوات کرده بیچاره. تا نره میگیرنه. آره بابا سر 4 راه آدم 40 بیشتر نمیده. چقدر حالا میتونی رو تو کم کنی و بری. حالا فهمیدی با کی طرف کی گل هستی توی داره میرم حالا شاد اومد آقا در مقابل من استخامت نمیتونی ببین این باغ پدر زنم درخت گلگلی اونجا رو من اون قوه خونی نامزد منه در دریاچه خوبه. اون چه خوشگله لاچوری و زنبورون میمونه. چشمتو درویش کن برو پیش پدر زنم منم برم به گلی سری بزنم برگردم. دستگال با هم ندیا درش اونجاست بریم پیشش. گلین تن سر تو کلاو
سلام، معذرت میخوام، خیلی خوش آمدید. منصور خان کو؟ رفته پیش گلی خانم. همینجا. گلی خانم بله. اون نه قربون لطف خیزه دارم بلبلتو ببینیم بلبلتو بدیم بفرمایید. یا الله حرکت نکنیم برکت. دخترم وقت منصور رو خیلی کرده. به من گفته که اون جوان ملاک و ثروتمندیه. بله؟ ملاک ثروتمند. بله خیلی پول داره. بله صحیح به عرضتون رسونده. من از دروغ خیلی بدم میاد. بله. تا حالا 3 تا از نامزدای گلی رو که به دروغ خودشونو ثروتمند معرفی کرده بودن با همین تفنگ به جهنم فرستادم. خب بریم سر صحبت. بله. حالا بفرمایید شما در قبال دختر من چی کار میخواید بکنید؟ بله؟ نادر چی بگی؟ بعد شد ما را مثل اون 3 تا میکشه. بله قربان، منصور خان آدم ثروتمندیه، فقط در حدود 40,000 تومان هم چی بگی نگی قرض داره. حدود 60,000 تومان و اینطورا میشه تقریبا. در حدود 80,000 تومان اینطور است. بله 90,000 تومان. بله. چی؟ 60-70,000 تومان قرض داره. برای یه آدم پولدار این مبلغ چیزی نیست که. بله بهتر اول شما شرایطتون رو بگین. البته یه خودم مایکاری حساب کنین که مشتری بشیم. بله. شرایط من اینه که 100,000 تومان پول نقد، 200,000 تومان مهریه، 300,000 تومان یه باغ 6 دنگ، 400,000 تومان خرج عروسی، 500,000 تومان هم وثیقه ملکی بذارید و بعدم دست دخترمو بگیرید و ببرید. نمیشه قربان اول دست دختره رو بگیریم و بریم، بعد اون پولا رو یه جوری از ما نگیریم. بله اگه مایکاری حساب کنین 2 تا ما ورد. بله شوخی می‌کنه. معلومه قبول کردن که اینطور میخندن ها. آره ببینین میدونین چی های شکار دوست راستش حقیقته که باز راستش بهش بگم خلاصه ما 3 تا آسوپاسیم. منصورم هرچی واسهتون گفته دروغ گفته. ببخشید دیگه حالش نمیرسه. یعنی چه؟ راست میگه. ما تو 7 آسمون یه ستاره نداریم. حالا بی تفنگ هر کاری میخواین بکنین، این شما و اینم دومادتون. ما رفتیم یا علی. از شما هم به من دروغ گفتین، الان سوراختون میکنم. ما کی دروغ؟ گلی جو منو دوست داره؟ آره خیلی زیاد. منو واسه پولام دوست داری یا برای هیکل خودم؟ معلومه دیگه برای خودت. اگه بفهمی من فقیرم بازم یعنی منو دوست داری؟ من آره، اما بابام میکشته. بابا؟ صدای تیر اومد. وای کفتر یا کریمه. کدوم بی انصافی کفتر یا کریمه زده؟ جان من در خطره. گلی خداحافظ. گلی آم پدر منمه. خدا مرجم بده. جان داماد در خطره. آب دستتونه بذاری زمین. داماد خیسته. فعلا منو به مریض خونه برید زمین. راه نمیره آخه. چرا سرطان بگیرم؟ خدا رو بگیریم. اونه هاش اون برو باخچه بزن کنار هندونه. بونگا معاملات ملکی زمین پرور همینجا. پرور چیه؟ پیاده شو هندونه شریف آبادی حیفته نمیام. حالا که موقع هندونه نیست. چیه پس بخورین؟ میرزا به جان 3 فرزندم من بیشتر از شما جوش این معامله رو میزنم. بله اگه صاحباش پیدا بشن حتی متری 3 برابر قیمتم بخریم به سر بمونه. بله چون باغ شما به این صورت سن دارم ارزش نداره. بله تا 2 میلیون تومان حاضره، ولی به شرطی که این قطع زمینم توش بیفته. اطاعت. خدافظ. سلام چه فرمایشی داری؟ ما یه 3-4 هزار متر زمین داریم چون احتیاج به پول پیدا کردیم. اینه که اومدیم یه خاکی به سر شما بیریزیم. بله والا این روزا زمین تو سرش خورده و خریدار کم پیدا میشه. ما حتی حاضریم تومانی 3-4 هزارم کمتر برفشیم. بگین ما وقتی خریدار نداره چه فایده؟ حالا نمیشه واسمون یک کاری بکنین؟ معاملات زمین اینجورام راکت نیست که شما میگین. بله بابا خدا پدرتونو بیامرزه، اون موقع گذشت که زمین مثل طلا خرید و فروش میشو. یعنی این زمین ما مثل حلبی هم نیست کسی بخره؟ شماها مگه حرف سرتون نمیشه؟ به نظر من نگه داریم به درد آرامگاه بهتر میخوره. پس به فامیل محترم بگو بیان از حالا پیش خرید کنن. 2 مترش هم باز خودش نگر میداریم. نه بابا این جنازه رو باز گوه جلو لاشخورا زمینه ما رو نجس میکنه. جالش میکنیم پای درخت. این حسن قبکم میمونه. ببین حالا آواز تشکر مطلقم بگین. یلا بریم بیرگوشی. بشین بابا عوضی.
شاد یواشتر پات سر بخواب زرافه یعنی گده گشنا بچه قیافرین بزغاله الان به باغ گرم بست لباس هم بیام ببرمش یه حیوان جدیدی آقا بندازیمش تو قفس سگ آبی نه، تو قفس خانوادگی شفتار جدیدی تو باغ بست میبینمه برید گورتون رو لا اله الا الله خدا بیامرزه ترکی بودایی بچه کاری انجام دادیم نمیدونم چی رفته زیر ماشین ما خب کاری انجام شد رسیدیم بریدیم دو میبینم آفرش کرد رول این درست یا تا تو بخواد بچرخه میچرخه بابا یعنو تا زلیل توی نادر رول این از این بر میچرخونده دیگه باز رم رو جزلن بفت نکنی وای خدا خودت کمک کن رول این راست بگه خب راست بزن خب الان نشد سلام آقای مباشر. سلام خوشگله. باز این طرف ها؟ میخوان کودکستان تخلیه کنن. اومدم بلکه میرزایی ارفاقی بکنم. میرزا؟ چه کسی؟ ولی من ممکنه کمکی بهتون بکنم. خیلی متشکرم. به دختر خوشگلی مثل تو باید کمک. خانم عرض کردم که از دست من کمکی ساخته نیست. سلام خانم. سلام. خانم شما به من کمک کنید. پدرتون حکم تخلیه کودکستان گرفتن. خانم این کار برخلاف اصول انسانیتی. آخه بچه‌های معصوم مردم چه گناهی کردن که باید آواره بشن؟ خواهش میکنم به پدرتون بگین 1-2 ماه دیگه مهلت بدن تا پولشونو بپردازن. باشه همراه من بیاین. متشکرم. میرزا جبار من بفرمایید تو خانم. زلفر من خیلی پول دارم من مردم. سلام بابا. سلام دخترم کجا بودی؟ رفته بودم سلمونی بابا. آخه میخوام امروز نهار جلو مهمونا خوشگل بشم. تو هم که برو سلمونی و پولای منو خرج عطینات بکن. راستی بابا میخواستم یه خواهش کوچولو ازت بکنم. چه خواهشی؟ دستور بدین حکم تخلیه کودکستان این خانومو 2 ماه عقب بندازن. چی؟ نفهمیدم. حکم تخلیهشو 2 ماه عقب بندازم؟ اصلا بگو ببینم اینو اینجا آوردی چی کار؟ خودتو به مشمردگی نزن. عوض این ننه من غریبم برو اجارتو بده. دختر به چه حقی به کارای من دخالت میکنی ها؟ بابا آدم باید یه دفعه هم تو زندگیش گذشت داشته باشه بهش کمک کنیم. جایی دوری نمیره. پولی که یه عمر با خون دل سنار جمع کردم بذارم اینو امثال اینجور آدما بخورن که گذشت داشته باشم؟ محاله. بابا آخه یه خورده هم مراعات حال مردمو بکن. دختر گفتم که تو کار من دخالت نکن. بچه بیرزه خود گلی جون بی تو گل جون نامزد جون مامان جون بابا ناده بچه بی جلو جایتون باشه هر چی میتونید به این جبار ناکس تعظیم کنید. آره حتی دستشم ببوسیم بلکه خره بشه. هر چه هست برای مصلحت روزگار باید صورت جبارم بود. خب یالا تملق پشت تملق چاپوزی رو چاپ. خیلی متشکرم. تعظیم میکنم. گلی جون آخرش بابای تو یه کاری دست ما میده. فعلا اینجا باش ما میریم برمیگردیم. یه طلبی داریم بلکه وصول بشه. بیا سوتره چاکره. برو برم یالا برو پی کاره. بیشتر از اینم به کار من دخالت نکن. یالا میرزا به این بچه‌های بی بضاعت رحم کن. همه آواره میشن. مگه من پرورشگاه درست کردم؟ به درست 3 هفته مهلت بدی. 1 روزشم غیر ممکنه. فهمیدی؟ تمام بدهکارای من دسته با پای خودشو میان و بدهیشونو میدن. غیر از تو که واسه کندر قاز پول بیقابلیت جونمو به لبم رسوندی.
سلام آقایون حالتون چطوره؟ در پیش کنید بیاید حالتون خوب انشالله میری یا نه؟ برو بذار به کارم برسم انگار من پول قیچی میکنم خب میدونستم آقایون امروز با دست پر تشریف میارم بله دستمون پر کلاهمون تو دستمونه چرا نمیفرمایید بفرمایید تعارف نکنید منزل خودتون بچه ها جناب میرزا هم فرمونن بفرمایید جلو نوکرتم میرزا بفرمایید با اجازه میرزا جون ببخشید که پشتتون به من هم نوکر میرزا شما هم بفرمایید جناب میرزا وایساده بهتره خب خوشحالم که خیلی زود پولو فراهم کردی پول قربان پول جن و من بسم الله آره باور کنید منم دستم تنگه منم احتیاج دارم میرزا جون ما واسه این خدمت رسیدیم که به جون خودتون اگه لازم نداشتم اینقدر اصرار نمی کردم جناب میرزا منظورم از اومدن پیش شما اینه که میدونم که پول منو بپردازه خب الحمدلله موضوع خود به خود رو برش شد آره یه امام مولد رو شاخشه حتما اولا من سرما خوردم ثانیاً همیشه جخت من چند دقیقه بعدش میاد الحمدلله بزنم دولت رو گذاشت آفتاب لگه بچه من برای تصویر حساب حاضرم قربان اجازه میدین عرض کنم که میخواستم اگه ممکنه تو بهش بگو درباره بدهیمون تو بگو آره درباره اون 30,000 تومن یه لطفی به ما بفرمایین خیلی ثواب در قاره بله یعنی نزولشی کمتر بگیرم عیبی نداره من اینقدرم پولکی نیستم اونو که بله در منکرش لعنت منظور سروران اینه که به ما 1 ماه مهلت بدین تا پولتون فراهم کنین فقط چی گفتی؟ مهلت بدم؟ پس تازه دست خالی اومدی؟ بله جناب میرزا بله و بلا مگه من دیوونم که پول بی زبونم رو بدم دست 3 تا آدم زبوندار مثل شما یالا برین گورتون رو گفت کنید جناب میرزا 1 ماه که چیزی اینی همش اینقدره پیش گربه بندازین غر میکنه چیزی نیست بلکه من 1 ماه دیگه مردم خب اون وقت میاریم سر قبرتون مسکرابا دیگه اون موقع میخوام قرقره بکنم نخه سوزن نخ بفرمی برید مال مردم خورای گردن کلو میرزا مگه شما وجدان ندارین داشته باشم من به شما 3 تا جوجه تیزی نمیفروشم اصلا نمیدونه وجدان چیه قربان وجدان عینها عاطفه میمونه که میرزا هیچ کدومشو بو نکرده بله بو نکرده اصلا بو نکرده وای قلبم این سکه ناقصه دمشه بریم که الان خونش کردن اون فرار کنین فرار این مردنیه بچه بی انصاف 1 ماه بهمون مولد متاسفم خانم دیدین که از دست من کاری ساخته نبود متشکرم مولک رو گذاشت تو دماغش افتادیم 1 ماه بهمون مولد میداد ندیدم همچین آدم بدبخت شانس نداریم بابا شما چی کار کردین؟ از سفارش شما ممنونیم خانم چطور بابا موافقت کرد؟ بله موافقت فرمودن که ما با پای خودمون بریم زندان جا رزرو کنیم بلش کن بابا با این بابا تو هم خیلی متاسفم چرا؟ چی شده؟ باور کنین هر کاری دیگه ای که بخواین براتون انجام میدم امروز بازم بابام مهمون داره اگه معامله انجام داد سر فرصت بهش گوشزد میکنم بسه فقط خواهش داریم دیگه این سفارشو به بابا نمیخواد دیگه نمیخواد با این بابات نوبرش آوردی سفارش کرد بستم خب گلی جون خانم شما هنوز اینجایی؟ چی کار کنم؟ این مرد که مساعدت نکرد برای 2 ماه کرایه عقب مونده گفته کودکستان تخلیه کنم بچه ثواب داره به این زن باید کمک برو بابا خدا پدرت بیامرزه من یه خاکی باید به سر خودم بیریزم هی ثواب داره چه جریانه واسه ببین از نظر نودوستی باید به این زن مخالفم خب از نظر نودوستی موافقم آره انسانیت و اینها خانم ما هم درد شماییم اگه موافقین بریم یه سری به بچه ها بزنیم من یه نقشه دارم که امروز پدر جبار رو در میارم والا نمیدونم بچه بریم همون که گفتم یک موضوع مهم با گلی آشنا بریم راست میگه منصور خانم آشنا بشین برو جلو بریم دیگه
خانم چطور شد؟ با صابمک توافق کردی؟ متاسفانه نه، ولی امیدوارم با کمک آقایون یک کاری بکنی. بچه های من گوش کنید. این آقایون منصور، نادر و امیر دوستان شما هستند. این آقایون برای شما کادوهای قشنگی آوردن، براشون هورا بکشید. بچه جون همونطور که خانم فرمودن ما با شما دوست هستیم. همیشه پیشتون میایم، واسهتون کادو میاریم، واسهتون برنامه اجرا میکنیم، آواز میخونیم. پس اون خانم چی کار میکنن؟ پس به تو چه این حرفا چی؟ چانه دهن دو شیر میده. حالا بچه شروع میکنیم. فایزه نایید خانم. خواهش میکنم. امیر جون اگه نمیتونی بخونی یا نادر بخونه یا من بخونم. بلده خید نکنی که وقت میخوایم بچه ها رو بخندونیم. با اجازه الان میرم ببین. برو ببینیم. تپ 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 خمیر شیطاب شیشه پرپنی شیشاب دستگی بالا دست ما بالاست دست ما بالاست می نمیدی بچه های خوب و نازنازی قربونشون برم دست بزنین بکنین بازی بازی کنین زنگ تفریحه زنگ وقت بازیه گرگم به هواست وقت بازیه گرگم به هوا دارن دیگه دارن میخندن ای بچه های مقبولم ای حبه های انگورم تا میتونین درس بخونین درس پیش هر کس بخونین دنیا دو روزه نشه نفوذه یه وری میری یه وقت یه ها تو کوزه شما که عدم قبولی بله از قیافت میدم نگاه به دست ما کنین نگاه به رقص ما کنین آی بچه ها جون آی بچه ها جون آی بچه ها جون آی بچه ها جون ما چین و واچین میکنیم همچون و همچین میکنیم تو کودکستون خوشحال و خندون تو کودکستون خوشحال و خندون تو کودکستون دارم خوشحال و خندون بگیدم خیلی متشکرم از همه تو ممنون گوش کنید تو باید ببینم کشی بود بودایی برید شما خیلی صداتون خوبه. قابلی نداره پیشکش. راستی خانم با اون جریانی که بچه ها پیشنهاد کردن ماشاءالله همه بچه های ما شیطونن. به خودتون رفتم. بچه ها معطل نشین 10 تا بچه شیطون حاضر کنین و داره 10 تا بچه شیطون خیلی خوب پس میتونیم راه بیافتیم. یکی رو من برمی‌دارم. این 2 تا بچه شیطون هم حالا به معلمش میگفتم به خود بریم سوار من از اون شیطونم ببخشید رفتم سر آشپزخونه بزنم ببینم نهار حاضره یا نه. الان حاضر میشه. مرگ مادرت خیلی استفاده داره. این با اجازه یه دقیقه فقط. خواهش می‌کنم. بله خانم میفرمایید. زمت جانم میدونی خرج نهار امروز چقدر شد؟ نه 300 تومن. وای به حالت اگه همین امروز معامله انجام نشه. میرزا الان داشتم یارو رو میپختمش با همین نهار نمک گیرش میکنم و 2 میلیون تومن پول نقد میریزم تو جیب شما. آفرین پس زود برو پشتیشو بگیر بودو زود باش خوب شو. ببخشید گشت آصف خان. معذرت میخوام. بله خدمتتون میفرمودم انشالله این معامله تا دلتون بخواد استفاده واسهتون داره. من میرزا رو خرش کردم. آره اگه اون قطع زمینو بخری دیگه کار تمومه. منم پولم حاضره. جان من جان شما. بس با اجازه یه چلزمه میگذا تموم شد. فقط یه خورده باید خودتو دست دلواز نشون بدی که یارو خیلی هم فکر نکنی شما همچین پولکی هستی. چه من پولکی هم؟ مگه دیوانه شدی؟ آخه به قیافه من میادش. اولا قربون
خب حالا دیگه میتونی بری بگه غذا رو بچینن زود باش. قربون شکل این قربونتون برم. در صدا نکنیم، هر چی میگیم گوش کنین. درست حواستون. بچه گوش کنین. این خونه مال ما، یعنی مال خودتونه. بابا جبار امروز مهمونی میده، شما رو دعوت کرده. بو 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 بو. آره، هر کاری دلتون خواست بکنین، هر چی میلتون کشید بخورین. اصلا میدونین بریزین بپاچین بشکنین، هر کاری دلتون خواست. این خونه مال شما. آره، مخصوصا سر به سر بابا جبار و مهموناش بذارین. اونا از این کارا خیلی خوششون میاد. گل ببینید پوست میوه ها رو بذاریم حال نگرد نار کنیم. ببین شما هم اینجا باشین تا ما بریم نقشمون رو عملی کنیم. بچه بیاین اینجا رو تماشا کنیم. بذار من استراق چشم بکنم. وای بچه بیاین جلوتر. وای خدا بوی غذا میاد. وای مردم. قرمه سبزیه. قرمه سبزیه. ای خدا بریم. یالا میرزا فرمودن نهار حاضر کنی. یه خود زودتر مهمونا گشتشونه تنلشو بجنبی ولی میرزا کلتونو میکنه. کش قربان. یواش بیاین تو. آمدیم به منبع اصل. مرکز ستاد شکم اینجاست. جخت تعدیق به من بدین. ببینم کجاست. من میمیرم برای تعدیق. اینو خودم گوش. تعدیق نه گوش نیست. دومی مال من. آقا دیگه سومی رو من آبجه شش میکنم چون چلو من گوشو بردار یعنی مخ برو جلو جمع گم داستان عوض کنیم. کلاتونو درست کنیم. اول من میگم شکم خودمون سیر کنیم. چیزی که به شکم رواز بهش حرامه. خب یالا دیگه حالا شدیم تو آشپز باشیه خوش آشقه واسه یه میرزا و مهموناش پختیم تو نمیری. یک وجب روغن رو باید یالا ور بریم. نمونه برداری بکنیم ببینیم خوبه برای مهمون. جانبه برادیم پیشین یالا. چه روغنی؟ یالا بچه دوباره ما مارش بریم جلو. یالا دوباره بریم. بچه گوش کنید. اولا سر و صدا نکنید. هر کی هم اومد شما کار خودتون رو بکنین. فهمیدین؟ بچه اومد من از این ماسا میمالم به صورتش. خب آفرین چرا قربونه من آقا سمن نهار حاضره؟ بله قربان منتظر شما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. را بدین. باور کنید شما نمیدونید دست من چقدر خیر و برکت داره. اگه زمینو بخرید کل استفاده میبرید. بفرمایید. اینا چیه؟ نمیدونم قربان. میرزا مثل این که امروز بچه‌های فقرا رو اطعام کرده اینطور نیست؟ بله نسبت شما همینطوره. من همیشه به سفره بازی معروف بودم. بفرمایید. یالا زحمت اینا رو جمع جورشون کن. باش بابا تونه هم خود آبرو حکمت هم رفت. اجازه هم پاک کنم. بفرمایید خواهش کنم. بفرمایید. برو بیرون بچه. ببخشید
اجازه میدم پاک کنم قربان. زبردن چی؟ سمت بله قربان. کسی نمیدونه اینا رو کی آورده اینجا؟ والا چه عرض کنم قربان. مهمانان عزیز، خانواده محترم گشتات پا، میبینید زندگی یک آدم خیر جز این نمیتونه باشه. من همیشه با فقرا هم سفره هستم. انشالله که میبخشید. بفرمایید بخورید. بفرمایید. خواهش میکنم تعارف نکنید دیگه. قابلی نداره. به من اصابت کرد. بزن دیگه. بزن تو دماغش بزن. برو گم شو. میزنه اینا میزنه. ایشالله که میبرد. چی شد؟ بدجان بابا سفره ماهیه زبون نی. یالا بابا اصلا معلوم نیست شما. شما؟ بله از این بچه ها رو شما آوردین اینجا؟ اینن ما نایوردیم ولی ما آوردیم. جناب میرزا مگه خود شما اونا رو دعوت نکرده بودی؟ نه آخه چرا؟ ولی آخه میدونی چرا قربان؟ اینا بچه های مردم بی‌بضاعتی هستن که جناب میرزا دست محبت به سرشون کشیده و غیر از دعوت امروز پیش ما اجاره کودکستان هم بهشون بخشیده و الانم این سند و امضا می‌فرمایند. سند رد کن بیاد. سند رد کن. خوش خبرشی گذاشته اینجا موقع امضای مقابل نامه. آفرین میرزا، احسنت به این عاطفه و انسانیت. احسنت. باشه بعد نمیشه الان امضا بفرمایید که بچه ها خوشحال بشن. حالا سوادم هم رام نیست. سواد نمیخواد امضا کردن بدون چه امضا بله بفرمایید. بندم به تبعیت از شما 1000 تومان به این بچه ها کمک میکنم. آقای مهربان این ناکسا جناب میرزا امضا کن دیگه. بذار یه دونه استخاره بکن. در کار خیر احتیاج به این استخاره نیست. بله. از اونجایی که میرزا آدم نوپرستی هستن عوض 6 ماه 6 سال نوشته. بچه ها به افتخار خودتون هورا بکشید. خیلی خوبه. حالا بالاخره به ما نهار میدین یا نه؟ البته که نه. عوض نهار کوفت بفرمایید. اختیار داریم. زهر ما رو بخورین. جا رختین؟ سمت یه جلو بینم. یه جلو. اینو بگیریم بابا. همش تو شاخه بیشتر نداره. خب تموم شد. با اجازه خداحافظ. فقط به درد جا رختی میخوری تیر آسانی بک. دیگه کجا راه افتادی داری میری؟ زود باشین بریم سوار ماشین شید تا ما بیاییم. بچه ها رو براشون حوال انبار صادر کن. جایی نرینا فقط سوار ماشین شید تا ما بیاییم. بچه برید سوار ماشین. عزیزم از روی تو شرمندم. خیلی معذرت میخوام. بین گوشه من این خریبت دارم. ایشالا که ما رو میبخشین. آخه یه کار خیری بود که ناچار شدیم این ریختیش کنیم. نادر با اینکه پدرم خیلی ناراحت شد اما من قلبا خوشم اومد که شما به این بچه ها کمک کردیم. قربون تو. اساسا من نمیدونم چرا از کارهای شما مخصوصا تو خوشم میاد. دلم میخواست یه ساعتی یه جای تنها با هم صحبت میکردیم. اگه موافقین همین اسای سر امیر و منصور زیر آب میکنم و دوتایی میریم یه جای خلوت ها. بعدم نمیاد. بفرمایید. فعلا اینو داشته باشین.
انشالله همین روزا خود کودکستان رو واسهتون از جبار میگیریم. 6 سال اجاره رو بخشیده. مرسی، متشکرم. میگم که وقت دارین یه ساعت بریم یه جایی یه خورده با هم تنها باشیم؟ افتخار میکنم. پس من سر منصور و نادر رو زیر آب میکنم، اون وقت دوتایی میریم یه جای خلوت یه خورده با هم گپ میزنیم. خب باشه. اگر این بابا تفنگچی تو موافقت میکرد همین الان میرفتیم محضر انکسا رو میخوندم. تو چقدر ترسوی؟ نه یه سینما، نه گردش، نه پیکنیک. من در تو هم میخوای همین الان ببرم دی جای خلوت و هم رازی نیاز عاشقانه کنیم؟ اوه چه خوب. پس بذار سر نادر و امیر زیر آب کنم، اون وقت ببرم دی جای دنجی خود با هم راجب آیندمون صحبت کنیم. خب یه دید نظامی بزنم. خب بریم راجب آینده تا برچی. من الان تمام مشخصات خانوادگیم واسه تو میگم تا بدونی تو با چه شخصیتی طرفی. ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، توی آرتیستا فقط من آرتیسم، توی آرتیستا فقط من آرتیسم، تو کلوپاترایی و من ماسیسم، تو کلوپاترایی و من ماسیسم، تا سر جون پای عشقت وای میسم، تا سر جون پای عشقت وای میسم، وای میسم، آی وای میسم، وای میسم، وای میسم. ناز نکن، ناز نکن، ناز نکن ای شوق رندان، ناز نکن. سینتو 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 اینطور برایم باز نکن. من اسیر کشتت هستم ای سنم. مرغ من مرغ من مرغ من از دست ما پرواز نکن. مرغ من مرغ من مرغ من از دست ما پرواز نکن. عاشقم 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 من عاشقی بیچاره ام، عاشق چشم تو آتش پاره ام، عاشق چشم تو آتش پاره ام، بر سر کوی تو من آواره ام. رحم کن بر قلب تیکه پاره ام، رحم کن بر قلب تیکه پاره ام. گلی قشنگ من، پریه ملنگ من، ای مهشو خوشنگ من، میخوای با من تو دوست بشی، همین روزا عروس بشی؟ من که تو کشتی ای پری، الهی که ور نپری. دلم میخواد زنم بشی، تو وصله تنم بشی. میخوام که تو رو بگیرم، عزیز دارم میمیرم. منم خورد و خمیرم، منم خورد و خمیرم. یه مطلب مهمی باز من مجبورم برای تو بگم. ببین جونم، ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، فهمیدی؟ ضد ضربم من عزیز مغناطیسم، توی آرتیستام فقط من آرتیستم، تو کلوپاترایی و من ماسیزم، تو کلوپاترایی و من ماسیزم، تا سر جون پای عشقت وای میزم، مغناطیسم من آرتیسم، من ماسیزم، وای میزم، مغناطیسم من آرتیزم، من ماسیزم، وای میزم، وای میزم.
خوشت اومد دیدی چه گنجی آورده بودم. خوب از جنگشون در رفتیم و 10 سال دیگه هم نمیتونستم ما رو پیدا کنن. جانم جان کنم شام جمعم. منصور چشم ما روشن پتو هم اینجا بودی و ما نمیستیم. چرا به من میگی؟ به این امیر بگو که بچه سر براهی بوده. میگم عوضی حرفای اینا رو به هم معرفی کنیم. ناهید گلی نامزد من. بچه ها حالا که عدمون زیاد شده یه فکری برای رفتن بکنیم. پیاده که نمیشه این همه راه برم. من پونتی رو آوردم لب جاده. من نمیرم. بری بچه من بارم بلند کنم. بریم گلی بریم. میرزا مأمورین حاضرن. ما الان میریم اون 3 نفر رو توقیف کنیم. ها؟ زود همین نسایه ببر بندازشون تو هلوفتونه آبخونک بخورن. بله میرزا شما هم نمیگفتین من این کارو میکردم چون خودم هم یه خورده حساب باهاشون دارم میخوام تسویه کنم. یالا پس زودتر برو. بسیار خوب فعلا خداحافظ. گم شو. جناب میرزا تعظیم عرض میکنم. کجا بودی؟ قربان بالاخره با 1000 زحمت صاحبای زمین پیدا کردم و آوردم. آفرین. کجا هستن؟ تو اتاق مهمون خونه. ببینم چه جور آدمایی هست. جناب میرزا اینطور که از سر وضعشون معلومه از اون شخصیت های برجسته هستن. نمیدونم فیلسوفن، پروفسورن، لردن. پس میشه باهاشون کنار اومد ها؟ میخواستی ازشون خوب پذیرایی کنی. اتفاقا 3-4 تا بشقاب میوه و شیرینی براشون آوردم. بفرمایید. تو غلط کردی. من که سر و وضع و ترکیبم بد نیست. قربون قد و بالاتون برم، سروزتون خیلی برازنده است. خودم میدونستم. اما مردشو ترکیبتون رو بر الهی. با من بودی؟ از این قالب در بیاین فعلا اینا رو حمله کنیم. یلا بخوریم. من یه خیار بذارم برای صبحم. خوش ناشتا عادت دارم من خیار بخورم. خب یالا بخوریم غنیمت هم. آره هر کی از میرزا یه چیزی بخوره تا آخر عمرش مریض نمیشه. بچه ممکنه سر برسه و جا به جا سکته کنه. سیگار من چطوره؟ بفرمایید جناب بیشتر. بدای 3 نفری بشن. سلام عرض کنم. خیلی خوش آمدی. به چه آقایون محترمی. قربونشون برم اینا صاحبای اون زمین هستن جناب میرزا. سلام. خیلی خوشحالم. زمین خواه دست کثیفه جونم نه. کثیفه؟ چرا نمیفرمایید بشینید؟ متشکرم. ما نمیتونیم بشینیم. چرا نه؟ بفرمایید خواهش میکنم. عرض کردم ما عادت داریم بیسیم قربان. بله همینطوری بهتر میرزه. برای ما مقدور نیست نشست. شما چرا ننشست؟ در مقابل شما نشستن جسارته. صمد پذیرایی. بله پذیرایی. راستی به آرباره های مبارکتون که سالت رسیده. آره میرزا مرض جدیدیه که مخصوص پولدارای بزرگ. اخیار بردم. بریزین تو اضافات بود. چه زبونای با نمکی اینا. خب بهتره رفت سر موضوع. پذیرایی آقادمایون. پذیرایی میل کنید. پذیرایی بفرمایید. پذیرایی با این که میدونم دندون آقایون رو کرم خورده بفرمایید. پیدا شرکی نمیخوایم. نفری بده من میبه رو حمله میکنیم. کی بارو با کنیم. بده من دیگه چند تومن برمیداری. آرومی بکنن. یه ما رو گوشم بابا بخورید. نوشخار نکنید. نمک بابا نمکا رو حرومش نکنید بابا. بسیار خوش جالبی توی طرف درمه. بکنی تو. خوبه؟ زد بیرون. برو نمک برو بالا. مرسی خیلی خوب بله سیب بخورم که خیلی خیلی این کلا لگنی ها نمک اینا میخورن و میارم بالا. موسیقی نادر این مرگتون برای 1 ماه میوه ذخیره کرده. یاده بحث بشه.
مثل اینکه از دندونای مبارکتون رفته که سالت شد. بله یه گاله خیاریخ بریم موافقت بریم سر زمین؟ بله بریم سر زمین. بفرمایید. اتومبیل هم داریم. منظورم اینه که بریم سر موضوع زمین. بریم سر موضوع زمین. خلاصه برای اینکه زودتر کلکی کار کنده بشه این 4000 متر زمینتون رو چکه چند میفروشید؟ باید فکر کنیم قربان راجب این موضوع. فکر. یس. یلا از قرار متری 100 تومن 4000 متر میشه 400,000 تومن. یک کلم. چی؟ 400,000 تومن خیلی گرونه. به نظرم از مزنه پرتی. خیر میرزا با احتیاجی به فروش این زمین نمیدی. چی بینی؟ آقایون مثل این که باید رفته. من از این گدابازی اصلا خوشم نمیاد. مالخر نیست یارو مالخر کنید. خواهش میکنم باور کنید آقایون قربونتون برم همش هم اسکناس تا نخورده بهتون میده. ما تازه باید شرایطمونو بگیم. اول اینکه باید پولش نقد باشه. باشه قبول میکنم. بله قبول میکنه. بله یا چورده برو جلو. دوم اینکه کلیه مخارج دلالی و محضرم پای خود جناب علوه. بله اونم قبول میکنم. سوم اینکه باید معامله همین امروز انجام بشه وگرنه ممکنه ما اینجا نباشیم. برای ما پرواز کنیم ما بپریم. انشالله به اروپا تشریف میبریم. حالا با وضعی که من میبینم به زندان. منظورش اینه که اروپا برای ما مثل زندان میمونه. پروفسور درست گفتن. شرایط اگه همیناست قبول میکنم. بازم مونده شما 30,000 تومن از 3 جوان طلبکارین مگه نه؟ آره همین اسای فرستادم جلبشو کنه. باید چک اونها رو همین الان عوض بیعانه به من بدید آقا. باشه چی از این بهتر از دستشون خلاص میشم. ببخشید آقا از یک کودکستانم مبلغی طلبکاری درسته؟ یس. اون کودکستانم بلا عوض روی این معامله است. چی؟ نه آقا مگه مال مفت دارم. آقا این میرزا همش جر میزنه. بفرمایید بریم مثلا ایشون اهل معامله نیست. بله سب کنید بندی درستش میکنم. باشه اونم روی معامله. میرزا جو قبول کن سمت ببینه. چی میگی بابا تو آخرش من بدبخت میکنی. میرزا قبول کن به صلاحته. آخه پای 2 میلیون تو کاره. 2 میلیون تومن. باشه قبول میکنم. قبول کردی؟ میرزا قبول فرمودن. مبارک. نیار بیار سمت نیار. سمت بیار اینجا چیز هست. اول بیانه رو لطف بفرمایید اینجا. یلا مال همون 3 جوان گاراژداری که ما باشیم. نه اون 3 جوان لات که ما با اونا 3 جوان لاتی که ما آشنایی نداریم. یلا جون بکن بیانه بترکی. تشکر قربون شماست. آقایون ببینید دستای من نگاه کنید. چیز دستم نیست شما. حالا نوبت منی. خواهش میکنم تشریف بفرمایید. جری برو. جری تو هم برو. سیاه چرده برو. جر خوبه. پاکستانشو بدید به ما بدهی اون 3 جوون رو خودمون بهشون میبخشیم. اون کودکستانم به بچه ها هدیه میکنیم. خوبه؟ پولارم خودمون به زخم کارمون میزنیم و سیبیلمون چرب میکنیم. کلو گردن کلو شده تیغی
ای حقه بازا شما هایی؟ بله قربان. ای حقه بازا ای شالاتانا یالا تیکمو بهم بدین همش تقصیر توی زمان پدرتو در میارم وای قلبم یه سکته دیروز یه سکته بیروز اینم سکته سومی رفت خدا رحمت کنه میرزا جون خدا لعنتش گوش کن چی میگم میرزا ناراحت نباش حالاشم دیر نشده الان 30,000 تومن تو بهت پس میدیم اصلا زمینم بهت نمیفروشیم تا جناب میرزا چی از این بهتر هر کی میخوان باشن فعلا که صاحب زمین بله آره پس کلک تو کار نبوده منو ببخشین آقایون نفهمیدم حالا شدی آدم حسابی نوکرتونم باور کن ما شما رو حالا بیام مدت کنم بیام مدت کنم قربان سلام عزیز رفتیم کاراشون ستا رو جلب کنیم متاسفانه نبوده چی؟ شما هایین؟ ای پاسبان این ستا رو جلب کنید مگه دیوونه شده بلشون کنید آقایون جلت داره میرزا نظر به توهینی که این جوجه فکلی به ما کرد ما رفتیم زمینم نمیفروشیم خداحافظ آقایون شما ببخشید من کوچیک شما کوچیک امیرزا به جان اون پدر نامرحومت باید بیاد و معذرت بخواد باید بیاد دستمونو ببوسه بذار من نوت کنم تو خفه شو باید بیاد جلومون زانو بزنه و بگه منو ببخشین نفهمیدم تا اینکه مام ببخشیم بله بچی بیا جمع شید بیا معذرت بگید پای منو ببوسه بابا چه میگی پات که بو میده باید ببوسه یالا تو واسه خیلی خب آقایون معذرت میخوام کافی نیست احمق چه میگی بابا معذرت میخوام بازم بلندتر بگو هر چی میتونی معذرت میخوام خوب شد خوبه بدک نبود آقایون شما بفرمایید با شما کاری نداریم بفرمایید خواهش بفرمایید آقای پاسبان مرسی خب میرزا زودتر ما کار داریم برو لباس عوض کن ببر حالا چه عجلی دارین قباله همراه قباله توی جیب بندم خیلی خوب پس صبر کنید منم بیرم لباس تا شما لباسونو بپوشیم ما هم لباسونو در میاریم آره ما در میاریم لنده رو جمشید بگیر خوب خیز شدی خودم جمشید رو خیز کردم زودتر بیا جمشید رو خیز کردم شما هم بیرم من میام یلا بارش کن اونو دیگه چرا حاجی شدی عجب خیز شد این نکبت حالا لرگزه برو به مرگ مادر خودت نباشه به مرگ مادر منم نباشه به مرگ مادر جفتمون نباشه سری ازشون کنم پولا رو نشمردین آخه بابا الان بریم خونه بچه ها پولا رو برم لاکردار 400,000 تومن اسکناس نقد نه باز طوری که متوجه نشن تعقیبشون کنیم خب الحمدلله که گذشت اما اگه شما زمینتون رو مثل 300 تومن هم میگفتید خر میشدم و میخریدم چون که این معامله 2 میلیون تومن پول مفت قربونش برم میرزا اومد 40-50 هزار تومن گیر مخلصتونه اینجا رو کور خوندی میرزا آره مرگ خودت کلی به ضررت تموم شد چون خیلی زمینی گرون اینم میدونی چه میرزا تو هم اگر متری 10 تومن میخریدی یا چون ما خیلی به پول احتیاج داشتیم میفروختیم به تو این به اون 10 پس خاک بر سر تو ای بی ارزه سراد میروشمی میتونیم شب خیلی آسون وارد گاراژ بشیم بریم بچه بین تو اصلا من به درد حمالی اسکناس میخورم ببینم امشب اسکناس پارتی داریم کنم فقط کیه بچه‌ها کیه من که باور نمی‌کنم ندیدی میگم نکنه خواب میبینم تو نمیری خواب دیدی خیر باشه انشالله اینا پوله اینجام اتاقمونه شما هم حی حاضرین حالا عوض این حرفا پولا رو در بیاریم و یه خورده تماشاشون کنیم
یعنی میخوای بگی این جبار ناکس اسکناس تقلبی به مقالطه ممکنه. بالا از این دنبریده هر چی بگیم بله. تو درست گفتی. کسی اینجا نباشه، درا رو ببندید. قایم شین، قایم شین، به شاخت نزن، سری به چمدان نزنه، قایم شین، قایم شین. نمیافته. خدا کنه کسی ما رو ندیده باشه. بچه حواستون رو جمع کنید. یک دو سه میگم رونماشم بدین. یک دو من در استاک کمار میکنه. اینا اسکناس ایدا منو بکشین، منو بکشین، خونم برسید. نشموریم هی تو کم میاد. من میگم بذاریم بو کنیم. من میرم برای بوی اسکناس. بو کردن نداره بابا. بو نداره. چیه؟ با جیگرتون رو برم. امارت، ماشین آخرین سیستم، زن، اروپا، امریکا، ژاپن، همه جا رو با شما میشه خرید. فنلاندم بگو، ونزوئلا، قلب منی، جیگر منی. من زیر کن، منو بکش بیا عزیزم، بیایی تو بغلم. وقتی شما تو بغلم هستیم از بمب اتم قوی تر میشه. به همه اعلان جنگ میدم. همه این دعوا و کشت و کشتارای دنیا زیر سر شما. بچه ها چه؟ بیاین پول بازی کنیم. آره بازی کنیم. برین آقا خواهش میکنم برین آقا. زردی من از تو، سرخی تو از من. زردی من از تو، سرخی تو از من. دامن تو بگی آقا صبر کن ببینم. دامن تو بیالا نسازی. Ripita, rafatta pitiaira. Rafatu. Che camera, ci piano, che camera. Allora, pita, miro, si mi dica, no, priole. یعنی چی؟ صبر کنی واسهتون ترجمه کنم. یعنی دنیا زیر پای منه. اگرم بخوای جیک بزنی دستور میدم جفتتون رو قصد عام کنن و بندازن جلوی سگ. بشین بابا. بشو سگ کسی. برید کنار ممکن. چیکار می‌خوای؟ برید کنار. چیه؟ خب یه اون میز جبار و همه پولدارا رو این قلب زدن. حالا نوبت خود مخلصه. برو اولی ملق شروع شد. نادر جون نوبت. من باید برم. بسن یه دو دیگه قصد. اسکناسا رو برید شادی کنید. چقدر لذت میبرم من رو این اسکناسا. اگر این اسکناسا بیاییم لحاف درست کنیم، دوشک درست کنیم. آره دوشک بهتر. تمام همه این دنیا با پوله. همه چی تو دنیا با پوله. پول میده لاما. اسکناس. پول برم فدای. اسکناس. بله اسکناس نقد باید همش هم نقد باشه. حتی چک تضمین شده هم قبول نمی کنم. فهمیدی چه گفتم؟ بسیار خوب میرزا، اگر نقد نبود شما تو محضر امضا نکنید. اما آخه تکلیف اون قطع زمین چی که هنوز معلوم نشده؟ معلوم نشده؟ یه ساعت پیش معاملش تموم شد. کی میگه سمحت؟ بله گوش ناصف خان، اون قطع زمینم خریدم و دیگه برای معامله شما هیچ اشکال دیگه ای نیست. ولی جناب میرزا من امروز که سر ملک شما رفته بودم صاحب زمین رو دیدم و باهاش صحبت کردم، ولی اصلا از جریان معامله خبر ندارم. یعنی چه؟ اینهاش اینم قباله، یعنی اینم دروغه؟ بله آقای گوش ناصف خان، خود چاکر با زحمت زیاد رفتم خریدار پیدا کردم، یعنی بنده دروغ میگم. متاسفانه بنده باید فکر دیگه ای بکنم. چطور؟ چه فکری؟ شما جناب میرزا در خرید این زمین یه اشتباه کوچکی کردید، به این معنا که به جای قطع زمین وسط ملکتون قطعه مجاور رو معامله کردید. نمیفهمم، مگه شما مغزتون خرابه؟ خیر میرزا، زمینی که شما خریدید طبق این قباله شمارش 284 در حالی که زمین اصلی شمارش 376. میفهمی چی میگی؟ اینطور نیست آقا. چرا؟ همینطوره. و تازه مهمتر از همه این که اون قطع زمین کذایی تا 11 سال دیگه هم قابل معامله نیست، چون متعلق به بچه صغیریه که تازه 7 سالشه. بله میرزا، بنابراین با اجازه مرخص میشم و متاسفم از اینکه نتونستم با شما معامله ای انجام بدم. بفرمایید. خدا چی میگه؟ شوخی میکنه نسمه؟ چه عرض کنم قربون؟ چه عرض کنی؟ نکنه راست بگی؟ ممکنه اینطور باشه، بعید نیست.
پس تو هم میدونی آره؟ پسرتو در میارم پولام رفت خودم نشد ای قلبم خونتونو خراب کنه که منو خونه خرابم کردی اتفاقا عجب خونه آبادی ها این بالکانی چه ترانی خاک بر سر با این خونه چه قشنگه آخه نکبت چرا این خونه اینطوریه برو کن مالجا فرمایید این قسمتش خیلی قشنگ‌تره الان نادرم بالاش ایستراز اون طبقه بالاش با ای خدا چه دیوار سولاخی داره این لونه زنبور میمونه ببینم توی این سولاخی ها چی میذارن توی این سولاخی ها چی میذارن از لونه زنبورم قشنگ من میمیرم برای این سولاخ‌های دیوار چقدر تمیزه یادتون همه من از قسمت عقب خونه خیلی خوشم مثلا آره با طبقه بالاش مال من نوم زدمه طبقه پایینش هم واسه من نام زدم پس لابد حیات سولاخ داراش هم به من بیچاره ازم پر برو 110 تومن تمومش کن خیرشی ببینی منصور خان نمیره این ویلا 1 کرور ارزش داره وکالت 190 قولنامه کنم چی شد؟ بابا منصور ردش کن هر غلطی میکنی بخونم قولنامه برو قولنامه کردم مال خودمون شد خب شما ها جلو صاحبونه عقب عجب خوبی به خصوص حیات خلوته خیلی جایسته وای جمشید بله میرزا تکلیف پولای من چی میشه؟ باید این کلاهبردارا رو پیدا کنی باید هر طور شده به زندونشون بندازی اصلا چطور براشون یه پاپوش بدوزی و دست و بالشونو تو عدلیه بند کنی اتفاقا نقشه خوبی کشیدم اگه عملی بشه نونمون تو روغنه بسیار خوب هر کاری دلت میخواد بکن برو فعلا من راحت بذاری خورده باد بخورم خیلی خوب خداحافظ شما کم نشه آی. جناب میرزا مثل این که داره دلالی ما مالیده میشه ای خدا خفت کنه همه این بدبختی ها رو تو ذلیل شده برای من فراهم کردی وای سمر جانی سمر تو میدونی که در مقابل 50,000 تومنی که از من گرفتی هم چک بهم دادی هم وثیقه اگه تا فردا پولای منو بهم بر نگردونی وای به حالت یعنی میفرمایین برم پولا رو ازشون بزنم من چه میدونم هر کاری میخوای بکن گناهش کردن خودته یه کاری کن پولای من برگرده میرزا من فکر میکردم دلالی این معامله رو میزنی کم طلبه حالا که همچی شد من مرده شورم همین امشب دست به کار میشم اما میرزا این موضوع خود خرج برمیداره پاش واسدی آره شما صدتون از پول برداشتن یالا برو دلم میخواد فردا دست پر برگردی یا مطمئن باش میرزا خداحافظ عظمت صاحبونه میدونه پولا رو چجوری برگردونه آخه اتاقشون اونجاست باید بی سر و صدا همراه من بیاین اگه بیدار شدم بریزی سرشون رو به قصد کش بزنینشون اینم بدونین حق و حسابتون خوب میرسه یالا بیاین
گلی کجا گلی ای گلی قشنگ من ای گلی من میخوام تو رو ببینم شانه میخوام تارم شانه میخوام یه اونی که من زدم فکر میکنم مردم. نه بابا دقلشون آوردی خورد شدم. بسه هیچ فکر نمی کردم این دلاله این کار عذاب در بیاد. ما هم که دیده اونطوری از خجالتشون در بچم به پونتی سفارش کنیم اگه کسی اومد ما رو خبر کنه چطوره هم؟ بد نیست بگو پونتی مواظب باش هم دیگه اگه غریبه اومد اینجا بوق بزن کارت نباشه فهمیدی چه میگم من هم؟ پونتی خواهد جمع کنی بله شما بزی خود سگشو بالا نیایه بوق بزنه آخه خدا خوردشون کردیم وای خوشم اومد امشب گردن کلفتی خونه اما خودمونیم خوب به حسابشون رسیدیم بابا اینه که همشون مفنگی بودن پسر یک موش زدم تو گیجگاش من گوش اون یکی رو جاییدم ای خدا از فکر بیرون نمیرم اگه گذاشتن این ناکتا با این پول یا به خوشی از گلوی ما پایین برن تازه اول بدبختی مونه از حالا به بعد سر کارمون با دزد و جیبور و غالطاق و اینجور آدم ها آره من که حوصله این حرفا رو ندارم یه جو خواب و یه جو استراحت تو با 100 برابر این پولا عوض نمی کنم بالا قربون بی پولی من دلم به حال این پول دارا میسوزه بیچاره ها نه ترس دوز خواب دارن نه جونشون در امونه راستش اینطور که من فکر میکنم اینا ولکنه معامله نیست بله حتما دوباره بر میگردن اگه اومدن خوب باز خجالتشون در عوض این حرفا بریم یه چرت بگیریم بخوابیم با این میزنم خیلی خدایی من میده فردا با هاست تا شب کلک این پولا رو بکنیم یعنی چی؟ یعنی تا میتونیم خرج کنیم خونه بخریم ماشین بخریم اتومبیل بخریم ولکن من که نمیذارم سر پونتی هوا بیاری راست میگه با همونطور که پونتی با بیپولی ما ساخته ما هم باز حالا باش
زود باشید. بچه ها شما اینجا مواظب باشید، من میرم تو اتاقشون. اگه خطری پیش اومد دیگه مهلتشون ندید، لهو پهشون کنید. شما این من منصور شهری معروف هم من بگذارم. خب اینا رو باید با دوشک زد. حیف باید از اینا رو هم بزنم. اینا دوشکی هم آی نفس که اینا آره یکی یه بیاد در نفس بگی شیرده آو کی میاد به جنگ من کجا در میاد تو رو بدبخت باید با گالوم زد. هیچ گالوم یه گالوم میگم نفهمیدم. دو تا شدی الان با هم بردن رو پدر میارن. چی هممی همی کلم بکی باره باره بکش بالا بکش اونو سیریانو بکش بالا دارم راحت شو کجایی؟ بزنی طرف من تو باید با لاستیک کوچیک بزنم مال سه چرخ موتوریه همینی من با لاستیک دیگه بزنم آش برسن نمیرم برگام جا دیگه زود باش آرزانیش کنم شیطای جیمی جی میمون منو بگیری جمشید میمون منو بگیری تحویلش بدی دست منو که به تنام میاد همه در میرد چه دست به تنامی من دارم کجا رفتم؟ ترسوا بزن قدش منصور بزن منصور عجب میزد این مافیس میزد. خب اینم مال اینا نگاه کن با عجب قالتاقای طرف بودیم و خودمون نمیدونستیم. آره حالا دیگه میتونیم بریم تخت بخوابیم. بچه ها باید تا رندون کلک بولا رو نکندن فردا بذاریم تو بانگ. آره وگرنه هرشب باید 30-40 تا لط و پارشون کنیم. گوش کنین امشب تا صبح بیدار میمونیم و فردا صبح میره منظر نومزده‌هامون. چطوره؟ موافقی؟ آره خستگی امشب و فردا تو پیکنیک در میدان. بریم برکلا من متاسفم پری خانم، شما دختر فهمیده هستی و سر و صدا را نمیندازی. خیلی بیشرمی. نتیجه خوبیایی بود که بابام بهت کرد؟ نه خیر، نتیجه بی‌اعتنایی شما بود. خب بچه ها من برم با میرزا خداحافظی کنم و برگردم، مواظبش باشید. کجا داری میری؟ کجا خانم؟ ولم کن. از شما قباحت داره خانم. گفتم ولم کن. اینقدر نلول دختر. مگه نشنیدی چی گفتم؟ ولم کن. راحت باش. ولم کن برم. دستم. آی خوشگلای من، قربون و رنگتون برم. وای وای. سلام میرزا. جمشید کجا بودی؟ نقشه که گفتی انجام دادی؟ نه ولی الان میخوام بدم. چرا پشت گوش مندازی؟ هرچه زودتر برو دست به کار شد دیگه. همین از سائه میرزا. از اینم زودتر؟ وای! چی کار داری میکنی؟ جمشید
مگه دیوونه شدی؟ پول مردم خوردی حالا منم جلو چشت همه رو میبرم. از این شوخی ها با من نکنی، هیچ خوشم نمیاد. برداری میکنی. وای هری جون به دادم بده. ببر صدا تو. خفه شدن که بخواب. بکنم منو بکش، هنر نبر خواهش بکنم. گم شو. خسته نبره خواهش بکنم. یماش رو ترمز کن. نادر جون برو نامزد وردا بیار اونجا راجع پیکنیک حرفی نزنی یا نکنه باباش بزن. کار دست ما بدی شیرجه نرو مسیدی رو میخوری زمین. پری خانم بدون هیچ سر و صدایی باید همراه ما بیاد. آخه کجا؟ برو در باز کن اما مواظب باش، با کوچکترین عکس العملی کشته میشی. یالا زود باش برو. بچه ها مواظبش باشید. سلام پری جون. زود باش لباس پوش با بچه ها میخوام بریم جرده. کجا؟ آخه من نمیتونم بیام. نمیتونم شکی میترسی از بابا. چی شو؟ تو بیماره خاطر. امیر چیه؟ نادر نایمن لابد با پریجونش گرم گرفته. برو صداش کن بگو زود باش بابا دخترها زیر عینک خوش شدن اینجا. الان برمیگردم. سعی نکن تلاش کنی به ضرر تموم میشه. شما به این نادر کجایی بابا؟ ناکه دفت باش. الان این تو بچه میدونستی ما بیشی بینم. بلم کن بابا. تو آخر سر سالم به گور نمیبری. آدمایی مثل تو دزد آدم کش یا جاشون تو زندونه یا خیلی زود جوون مرگ میشه. بچه ها غلط نکنم تو خونه خبرهایی ها این یکی هم رفت لا دست اونمون. من رفتم ببینم چرا اینا دیر کردن. اگه رفتن بلای سر من اومد حلالم با اینا قربون تو. برم کن. کجا رفتن اینا؟ چی شو؟ ماسیس اومد. اومدم. برم بریم کنار. بریم کنار. اومدم نترسی. منو قلم چیو میزنی؟ یالا تو رسول ببینم نفر باشه پس تو برمیاد. نادر فرار کنم. نمیتونم بوده رو بولش نادر نزد دردن یه کاری بهت بگم میکنی؟ ببین برو فورا به پلیس تلفن کن تا ما بریم دنبال اینا که زود باش. الان 2 دقیقه ما میگیریم. بادو منصور برو بشه باش رو فوراً از 1 سکند تو چاقا. نادر برجو بیا. اومدم. برو برم بالا. بتاخ کن. برو میگم. برو سگ برو.
هیچ غلطی نمیتونم بکنم. برو روستم برو بینم باشی با سبونه خوش بایستی نه اینه می‌نوزی تو دره به جوونی خودتون رحم کنین اگه نه هر چی دیدن چش خودتون دیدن فهمیدین پدرتون در میارین بزن کنار بزن کنار جمشید خان اینا خیلی رو پیدا کردم برو پرشو میخوام بپرم رو ماشینشون راشونو ببندی بابا تو نیفتین نه خودتون رو محکم بگیرین دفی چلا اشارتون میکنید صبر کن میرم تو دل جلو صبر کن او دو شهر از دو شهر دیگه نمیتونم رد بشن قالی کم نشد چه افتاد رو آینه جلو کمون بود اینجا تیر کمون میخواست بدنم به کشش ندار بده یه چی داریم هندل هر چی داریم این لبابه باله چی داریم هر چی منکیش داریم پودر داریم چی داریم دیگر داریم تا چفرتو نکره دیگر داریم میگم نیه داریم این خدا یه چی مونده تو ماشین بابا هر چی تو جیباتون هندل پندل داریم بدین بیا اینو بگیر ترمز تو یه قول بکنیم ما داریم پرد کنیم یه کرکی بهش بدنم بس تو باز دیگرم بریم دوبارشون بادو بایستی عجب مردی بایستی امیر تو از اون بر برو سود باش مسئول تو هم همینجا مواظب باش شما دوتا هم اینجا بایسین اگر خواستن این ناکسا به ما حمله کنن ما رو خبر کنین نفهمیدین خیلی خوب من پیاده شم اول پول منو بگیرید یالا جلوشونو بگیرید بچه ها اینجا پخش بشید و مراقبشون باشید یالا اطاعت میشه کجا رفتنی؟ باره کنه بگی نفته بلند شو بگی اول پول منو بگیرید بعد زندانیشون کنید ببینم پیدا نمیشه من بزنمش چشمشون که به من میفته در میرن بابا یه نفر با کارت بیاد با تفنگ بیاد با قفنگ بیاد با دشنه بیاد آخه مردم بس که کسی رو ندارم من بیاد یکیز این دولک بزنم گردنشو گوش قطع کنم نه خیر نیست کسی یه تروکی
تا کجا؟ چیشا؟ با کارد ناکن بگی چه میزنم موچه دست خیال کردی بخور تا جون داری جلو بینم ناکن الان سرت آویخ میبرم ولی به شرط این که بگی من قاتلت نبودم فهمیدی؟ بکرم کردی ای باید کمک بایسته ای بای مرگم بده چمدون اسکناس رفت منو آب نداره حالا بزنش بدشانسی آب منو چمدون رو ببر ناگراری میشون چمدونم اسکناس ها خیز برم پنگ کنم تو آفتاب کی صدایی بود؟ خدا رحمتت کنه. نگفتم سر سالم به گور نمیبری؟ بالاخره جمع و مرگ شدی. خود این دخترم بالاخره ناکارشی کردی ما. کجا بودین شما ها؟ سلام علیکم. ای بیشرما شما منو بدبخت کردید. من شما رو به زندان میدادم. جناب سرگرد اینا رو دستگیرشون کنید. نه پدر اینا تقصیری ندارم فداکاری اینا باعث شد که من و شما الان زنده بمونیم. فداکاری اینا منو به گریه انداخت. جناب سرگرد دستم به دامنه پس پولای من کوشه. آمدم قاصد اومد. میرزا در حضور همون این جناب سرگرد این چمدون صحیح و سالم نزد برده فردا دفعه نکنی دستگیرشون کن. نگفتم جناب سرگرد پولای من اینا بردن دستگیرشون کن. آقای جبار اینطوری که من فهمیدم این آقایون نه تنها به شما خیانت نکردن بلکه به شما خدمتم کردن. به هر حال اگر ازشون شکایتی دارید بفرمایید طبق قانون رفتار میکنیم. نه دیگه ازش شکایتی ندارم فقط یه شرط داره چون اینا از پولای من میلیونر شدن باید پولا رو بیارن تو